ما هم صحنه رو ببینیم در حالتی نامتعادل. باشگاهی هم در کشور برگزار بشه. یه فرصت کاظمی، پاس عالی توی دروازه، گل دوم به زیبایی هرچه تمام‌تر. نگاه اینجا دروازه‌بان فریب داد و این هم ضربه. فقط دو تا مدافع باقی مونده. فرصت توی دروازه کشاورز عالی کامل میکنه. نگاه کنید با پای چپ. باز هم موقعیت خود لطفی، یه فرار با پای چپ توی دروازه. گل چهارم برای شنسا. یه حرکت انفرادی دیدنی و یه بار دیگه سالن منفجر میشه و وجد میاد. با هم ببینیم این ضربه پای چپ لطفی است که در درون دروازه قرار میگیره. بازیکن خوب تیم شنسا در این مسابقات بود. یه همکاری عالی دیگه. کشور توی دروازه. گل پنجم برای شنسا. پیاپی دارن گل میزنن یاران شنسا و دیگه تیم ازبکستان حرفی برای گفتن نداره. یه فرار عالی و اینم ضربه کش. تمام قهرمانی تیم شنسا در مسابقات فوتسال جام باشگاه. قهرمانی تیم شنسا در مسابقات فوتسال جام باشگاه آسیا. برتری 5-1 برای تیم شنسا. بعد از یه مسابقه